سلام دوستای گلم، من حلیمه رفیعی هستم. امروز با من همراه شین تا با هم یه ست عقدی خوشگل درست کنیم که قیمتش فقط 750 تومن. خب عزیزای دلم، وسایل مورد نیاز برای درست کردن ستمون میشه پارچه خنثابمون، یه جفت قند خام، یه جفت جام، اینم قرآنمونه، مروارید لپه‌ای یا متری میتونی استفاده بکنی. اینم تور برفیه که برای این برشش مربعی میشه چون میخوایم قندمون رو داخلش بپیچونیم. عزیزای دلم، تو این قسمت ما قندو میذاریم داخل تور برفیمون. نگاه، باید سایز تورمون رو جوری برش بزنیم که بلندتر از قند بشه. وقتی میاریش قسمت بالا 4 تا گوشش رو جمع میکنیم، قند رو میگیریم داخل دست برای اینکه بهتر جمع بشه و خوش‌فرم‌تر تورتون وایسه. نگاه، هی دورش میدیم و هی تورا رو به سمت بالا میکشیم. قسمت پایین قند رو با مروارید متری پوشش میدیم. الان دیگه باید شکوفه‌مون رو قرار بدیم روی قندمون که اینم بازم سلیقه‌ایه و من اینو به صورت کج میذارم جوری که این قسمت رو که بستم پیدا نیاد. خب الان میگیم چرا قیمت این ست من 750 تومنه؟ چون خودم وسایلاشو گرفتم با قیمتای خوب و با عشق درستش کردم. قطعاً که قیمت این ست رو توی مغازه ها 2 یا 3 برابر به شما میفروشن. خب به نظر شما من چرا رنگ سفید رو انتخاب کردم برای آموزش؟ چون رنگ سفید به هر رنگ لباسی میخوره و برای عقدتون میتونیم با هر رنگ لباسی ستش کنیم. خب اینم ست عقدی شکوفه‌ایمون که آماده شده. لایک کنید و کامنت بذارین ببینم شما با چه رنگی یا با چه تزیینی دوست دارین. برای سفارش آموزش کامل به هم پیام بدید و سابسکرایب کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا آموزش‌های بعدی مراقب خودتون باشید.